خورده شد، حالا با پرتاب بلند شرایط عوض بشه. این کار رو انجام میده سپهر حیدری، خوبم انجام میده، فرصت و توی دروازه خلیلی. 1-0 پرسپولیس جلو میافته. دقیقه 20 اشتباه بازیکنان تیم شیرین فراز و ضربه که در درون دروازه میلاد زارعی قرار میگیره. دقیقه 20 پرسپولیس 1 شیرین فراز 0. یک پرتاب به کمک پرسپولیس و تا اونا هم با این حربه به گل برسن. سپهر حیدری بلند پرتاب کرد، توپ خورد اونجا به محسن خلیلی. نگاه کنیم با پای چپ ضربه قشنگی زد. در این زاویه مشخص‌تر شد که او چه کار کرد. بله اینجا خیلی قشنگ زد.